وزارت کارهای داخلی روسیه موظف شده است که 75,000 مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی را به جنگ علیه اوکراین برد. بسیجی‌های روس را در بلگراد تاجیکان به خاطر تحقیر خدا پرانده اند. امامعلی رحمان به خانواده های ترک ها اظهار تسلیت کرد. مردم خودش باشد تا حال منتظر تسلیت او هستند. نسخه فرمان وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولتسف به دست پیام رسید که به پلیس این کشور سپارش داده است تا 1 نوامبر همین سال 75,000 نفر مهاجران از کشورهای آسیای میانه را بسیج سازند. امر شده است آنهایی را که از رفتن به ارتش روسیه خودداری میکنند از روسیه اخراج نمایند. این فرمان که 22 سپتامبر سال 2022 تحت رقم 542 صادر شده، فرمان درباره تشکیل کار دعوت شهروندان جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان و جمهوری قرقیزستان برای خدمت در ارتش فدراسیون روسیه به طرز شرطنامه‌ای عنوان گرفته است و از 7 بند عبارت می باشد. در بند یکم گفته شده است که تا 1 نوامبر سال 2022 دعوت شهروندان خارجی که در اساس اجازه کار در روسیه قرار دارند به شعبه‌های منطقوی ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخله برای سپاریدن دعوتنامه به ارتش به آنها سازماندهی و به اجرا رسانیده شود. در بند دوم می‌آید نسبت شهروندان خارجی که از گرفتن دعوتنامه خودداری می‌کنند تا 1 نوامبر به کمیساریات‌های حربی حاضر نمی‌شوند و یا از امضا کردن شرطنامه با نیروهای مسلح فدراسیون روسیه خودداری می‌کنند، قرار درباره بیکارسازی اجازه کار و منع ورود آنها به روسیه تا 5 سال قبول کرده شود. در بند 3 آمده است روشی در بندهای 1 و 2 این فرمان ذکر شده نسبت شهروندان جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان و جمهوری قرقیزستان عملی کرده شود. در بند 4 گفته شده است که نشان دهنده نقشه‌ای این فرمان در سطح حداقل 75,000 نفر شهروند خارجی با نیروهای مسلح فدراسیون روسیه سازشنامه را امضا کرده تا 1 نوامبر سال 2022 مقرر کرده شود. در بند 5 گفته می شود این فرمان ضرورتی به قیدگیری در وزارت عدلیه فدراسیون روسیه را ندارد. در بند 6 آمده است این فرمان نباید رسانه‌ای شود. در بند آخر در بند 7 گفته می شود که نظارت اجرای فرمان را به خودم وامیگذارم، یعنی وزیر گنرالی پلیس فدراسیون روسیه ولادیمیر کلاکولتسف نظارت اجرای این فرمان را به عهده خودش گرفته است. معلوم نیست چرا وزارت داخلی روسیه خواسته است تنها مهاجران مهنتی از کشورهای آسیای میانه را به ارتش جلب کند، در حالی که مهاجران زیاده از کشورهای قفقاز، ارمنستان و آذربایجان و جمهوری‌های خودخوانده اسیتی و ابخازی در روسیه قرار دارند و کار و فعالیت می‌کنند. همچنین نام تاجیکستان در اول آورده شده و مسلم است که ترجیح به تاجیک‌ها داده می‌شود، در حالی که شمار مهاجران ازبک 2 برابر بیشتر از مهاجران تاجیک است و قرقیزستان با روسیه در رابطه تنگتری قرار دارد. قبلا منابع پیام از جلب صدها نفر شهروندان تاجیکستان به ارتش روسیه خبر داده بودند. از جمله در کراسنویارسک 10 شهروند تاجیکستان به خاطر گرفتن شهروندی روسیه با نیروهای مسلح این کشور شرطنامه بسته و روانه ارتش شده بودند. بر اثر تیرپرانی در تمرینگاه نظامی ولایت بلگراد که رسانه‌های نزدیک به حکومت روسیه از آن همچون عملی تروریستی ذکر می‌کنند، 11 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. اما بنا به معلومات رسانه‌ای شده از رسانه‌های مستقل این حادثه از پی خدا را تحقیر کردن سرهنگ اندری لاپین سر زده است و در نتیجه دست کم 32 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. خبرنگاران شبکه تلگرامی استرا با نظامی تماس گرفتند که تاکید می‌کند اثنای تیرپرانی در مشغله سالاتی ولایت بلگراد شاهد حادثه بوده است و خودش نیز زخمی شده است. حالا این نظامی در بیمارخانه شهر ولویکی قرار دارد. خبرگزاری استرا به خاطر بی‌خطری نظامی نام او را ذکر نکرده و همچنین گفته است هنوز نتوانسته است از منابع دیگر شخصیت این مرد نظامی و آنهایی را که ذکر می‌کند تصدیق کند. منبع نقل کرده است حادثه از آن شروع شد که چندی از سربازان ما داغستانی، آذربایجانی و ادیگه‌ای گفتند این جنگی ما نیست و کوشیدند راپورت نویسند که آنها دیگر خدمت کردن نمی‌خواهند. وقتی سرهنگ اندری لاپین این را شنید، توسط فرمانده رات همه را جمع کرد و شروع کرد به گفتن اینکه این جنگ مقدس است.
این کار در میدانچه‌ای که صفکشی انجام میگیرد و گیمن میخوانند انجام میگرفت. مناقشه شروع شد و قسمت حتی دست به گریبان شدند. تاجیکان در پاسخ لاپین گفتند که جنگ مقدس این جنگ مسلمانان با کفار است. لاپین گفت پس الله ترسانچک است اگر اجازه نمیدهد برای کشور بجنگی که در آن استقامت میکنی. منبع میگوید فکر میکنم همین عباره الله ترسانچک است با آنها تاثیر کرد. این عباره بیشتری آنهایی را که در میدانچه ایستاده بودند شاک کرد. همان روز بعد نصف روزی نظامیان را به تیرپرانی بردند و 3 تاجیکی که با سازشنامه به ارتش پیوستند اتومات‌های خود را به طرف سرهنگ لاپین گرداندند و او را پراندند. او در جای حادثه هلاک شد. بعد آن تاجیکان بی‌ترتیبانه آتش کشیدند. منبع می افزاید در مشگاه آنهایی هم بودند که با سازشنامه آمدند و هم بسیجی ها بودند. مرده هایی را که من دیدم 29 نفر بودند. 30مشان سرهنگ لاپین. این غیر 2 تاجیک با آنها کشته شده ها 32 نفر هستند. مجروح ها را نمیدانم که چند نفر بودند. 2 نفر از حملگران در جای حادثه از طرف پراپورشیکی که در میدان نبود و در حجره تقسیم تیر قرار داشت کشته شدند. نفر سومی آنها با نام امیر یا امین توانست از مشگاه فرار کند، هرچند از کتفش مجروح شده بود. تقدیر من بعدی او به مصاحبه رسانه معلوم نبوده است. قبلا شبکه‌های دیگر با نشر عکس یک معلوماتنامه به نام امینزاده احسان تاج‌الدین که از طرف فرمانده قسم نظامی 02511 داده شده است ادعا کردند که او یکی از تیرکشاده ها می باشد. جستجوی پیام در فیسبوک نفری را با نام امینزاده احسان که سال تولدش 1998 هست که عکس‌هایش به عکسی در معلوماتنامه بوده شباهت دارند. متاسفانه صحیفه‌اش برای غیر دوستان بسته است و هیچ معلوماتی در کجا زندگی کردن و از کدام ناحیه تاجیکستان بودنی او را نتوانستیم پیدا کنیم. مقامات روسیه ادعا کردند که تیرپرانی از جانب شهروندان یکی از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل صورت گرفته است، اما از هیچ کشوری نام نبردند. رسانه‌های دولتی این کشور هم اول اعلان کردند تیرپرانی بعد مناقشه در پایه اعتقاد دینی صورت گرفته است، اما دیرتر این خبر را تکذیب نموده اعلان کردند این یک اقدام تروریستی بوده است. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مرگ بیش از 40 نفر بر اثر ترکش در یکی از کانهای انگشت ترکیه به رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان برقیه اظهار همدردی ارسال کرد. این در حالی است که رئیس جمهور تاجیکستان با گذشت 1 ماه از مرگ زیاده از 80 نفر شهروندانش در مناقشه مرزی با قرقیزستان نه تنها اظهار همدردی ننموده بلکه اصلا حرفی در این باره نزده است. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور خبر می‌دهد در برقی ذکر شده است که خبری فاجعه باری به هلاکت رسیدن و آسیب دیدنی تعداد زیادی مردم بر اثر ترکش در کان انگشت در ولایت برتین جمهوری ترکیه باعث اندوهی عمیق ما گردید. در همین حال معلوم نیست امامعلی رحمان از مرگ دست کم 81 شهروندش در مناقشه مرزی کمترین احساسی اندوه کرده است یا خیر. در برقی به اردوغان فرستاده شده امامعلی رحمان گفته است همدردی و تسلیات صمیمی این جانب را به اهل پیوندان و نزدیکان قربانیان این فاجعه اظهار نموده به آنها صبر جمیل و برای همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. طبق آخرین معلومات رسانه‌ای شده بر اثر ترکش در کان انگشت شهری امسره در شمال ترکیه 41 نفر به هلاکت رسیدند. بنا به معلومات شهرداری امسره 11 نفر بیرون آورده شده در بیمارستان بستری شده اند. به زیاده از 50 نفر انگشتکنان میسر شده است که مستقلانه از کان خارج شوند.